سلام كمسك الختام. صبر و شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. از صهیب ابن سینان رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کار مسلمان انسان را به شگفت و تعجب می آورد، زیرا همه کارش برای او خیر است و این امر برای هیچ کس جز مسلمان ممکن نیست. اگر به وی فراخی و آسانی روی دهد شکر کند و این برایش خیر است، و اگر به او سختی برسد صبر کند، این هم برایش خیر است. روایت مسلم. دوستان عزیز، در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره دو خصلت خوب مسلمان سخن گفتند. یکمش این که مسلمان همه وقت شکرگزار است. وقتی که یک خوبی، یک خیر به او میرسد، او شکر میگوید و بر عوض این خداوند باز نعمتش را زیاد میکند، چنانه که او تعالی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم. یعنی اگر شما شکرگزار باشید لازیدنکم، باز زیاده میگردانیم. سوره ابراهیم آیت 7. و خصلت دوم این صبر است. هر وقت که بر مسلمان یک امتحان، یک بلا به سرش می آید، مسلمان حقیقی و مسلمان کامل صبر می کند و می داند که بر عوض این صبر خداوند بر او اجر می دهد و می داند که این را خداوند امتحان کرده ایستاده است و سخنهایی نمی گوید که خداوند از این سخنها ناراضی باشد. پس دوستان عزیز، این دو خصلت را فراموش نکنیم. هر وقت که در حیات ما یک فراخی را بینیم شکر خدا را گوییم و هر وقت که یگان بلا و مصیبت را دیدیم صبر کنیم، صبر جمیل کنیم، چون این دنیا جای امتحان است. از حیات پیامبران درس عبرت بگیریم. از همه دوست داشته ترین در نزد خداوند پیامبران هستند و همه آن پیامبران را خداوند امتحان میکرد. در این دنیا خداوند صحابگان، تابعین و تبع تابعین را نیز در این دنیا امتحان کرد. خداوند علمای ما را امتحان میکند. خداوند همه ما را امتحان میکند. پس ما در این دنیا صابر باشیم، صبر کننده باشیم و ان شاء الله اجرش را در آخرت خواهیم دید. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.